ادینبورگ پایتخت اسکاتلند و دومین شهر بزرگ این کشور است که به دلیل فعالیت‌های عمده‌اش در عصر روشنگری لقب آتن شمال را به خود گرفت. شهر قدیم و شهر جدید ادینبورگ در سال 1995 در لیست میراث‌های جهانی یونسکو جای گرفت. این شهر با جمعیتی بالغ بر 487,000 نفر در مساحت 295 کیلومتر گسترده شده است. ادینبورگ از نظر فرهنگی با فستیوال‌هایش شهرت گرفته است. این فستیوال‌های مستقل در طول سال و به ویژه در تابستان نمایش‌های فرهنگی بسیاری را ارائه می‌دهند. تئاتر و موسیقی از برجسته‌ترین بخش‌های این فستیوال‌ها به شمار می‌آیند. 3 سال است که ایرانیان مقیم ادینبورگ جشنواره مستقل خود را به منظور نمایش و معرفی فرهنگ و هنر ایرانی برگزار می‌کنند. در این جشنواره که به همت بلند ایرانیان مقیم شکل می‌گیرد، علاوه بر سخنرانی‌های گوناگون، نمایشگاه‌های ارائه موسیقی، نقاشی، عکس، فرش و فیلم نیز به همراه برخی آموزش‌ها ارائه می‌گردد که در کنار بازارچه ایرانی فضایی دلنشین پدید می‌آورد. خانم‌ها و آقایان، خیلی خوش آمدین به فستیوال فرهنگی ایرانیان در ادینبورگ. از حضور همه شما سپاسگزارم و تشکر ویژه دارم از پروفسور بارونت هاله افشار که برای افتتاحیه این جشنواره فرهنگی به ما افتخار دادند. من سارا خردمند هستم و با کمال افتخار هماهنگ کننده این جشنواره بودم. هدف ما در برگزاری این جشنواره معرفی فرهنگ و تاریخ غنی ایران به مردم اسکاتلند است. ما می‌خواهیم تعامل میان جامعه ایرانیان و جامعه اسکاتلندی ها را گسترش بدیم و علاقه‌مند هستیم که هنرمندان و نمایشگران ایرانی رو با همتاهای اسکاتلندیشون پیوند بدیم و دنیای اونها رو به هم مرتبط کنیم. خیلی متشکرم، لطف کردین تشریف آوردین و خیلی ممنون از این که منو دعوت کردین سارا خانم. خیلی متشکرم و واقعا باعث افتخاره که به جمعیت ایرانی در این محل و در این موقعیت همه دور هم جمع بشیم. خیلی ممنون. من خیلی باعث افتخار منه که در یک فستیوال ایرانی شرکت کردم و اینکه واقعا در ایران چیزی که ایرانی‌ها رو زنده نگه می‌داره واقعا شعر، آثار هنری و همینطور که اینجا می‌بینیم واقعا تهیه کردن آثار هنریه و واقعا این آوازی که ما امشب خونیم درباره ایران من 100 سال بود نشنیده بودم. مثلا می‌خواستم زار بزنم، می‌دونید، ولی اینکه یک جمعیتی در وسط ادینبورگ این احساس داشته باشه درباره ایران و واقعا همه در وجودمون هست. به علاوه این که وقتی که میریم توی این بازار تمام آثار هنری ایران، تمام کارهایی که واقعا از مملکت ماست و کارهایی که در تمام دنیا شناخته شده، این باعث یک افتخاریه، یک حس شخصیتیه که برای همه ما که در خارج از ایران اقلیتی هستیم این یک برگشتیه به تاریخ ما که به نظر من بر همگی مهمه و هممون واقعا کیف میکنیم.